توش خوابی شو نه ما خور راست اندازی تسریه کلان بیار پر این امزو گروه بره این باشه این امزو چای بعد کی بود خسر آردیم دیروز فیلم سال کردی خب بچه ها الان دیگه فرش انتخاب مونی داره پاش انتخاب منی باش سم نمی این مهمان خانه بود خانه این چی مجید وار مسجد فقیره خانم فقیر همیش کسان کن نه یک نه قد نما میده بگیریم شروع نه چجوش خیلی ها چی وطنیه یک نه بگیریم نه یک دن ترموز اگه داشتش موستو نه ترموز نه یک ترموز چای بر سوپ چای همیشه چای باشه یک حواس که دادم چی کارو میکنی چون قیلون میکشه یخشیم جان احمد بلایبر تیشنو سلام دوستای نهایت معزز و گرامی امیدوارم که جور و صحتمند و سلامت باشین دیگه امروز هم دیم خواهیم رفیقا و دوستا آقای محمودی آقای نبی شرزاده مامای من دیگه آقای شاه محمد احمدیه سلام علیکم دوستای عزیز انشالله جور صحتمند باشید از گزند روزگار بسیار دور باشید دیگه امروز هم دیم بخیر آقای اجدهای خسروی میا دیگه پشت کامرا بچه شیرداغ آره دیگه امید خدا امروز هم دیم یک جای رسیم کم وسایل برای خانه بگیریم یک لحاظی توشک و فرش و اخسر آره چند متر برای خانه استفاده حالا ما یک 12 متر میگیرم 12 متر تو یک آره. 3 4 تا از توشک مو میگیریم امید خدا دیگه بریم قره دیگه هست دوستام هست دیگه سلام علیکم قند مامای جگر مامای خوب سلام تو ببیننده ها سلام ده ببیننده های جویای محترم قند مامای خوب دیگه بلده تو بگیم امروز هم کم دیده تو دوغان یعنی هوا دیگه از این زیاد خوب نمیشه عزیزات یعنی شاید آخرین روز باشه که بیر خبر یعنی از این زیاد اگه خوبش نه نمیشه دیگه دوستای عزیز امروز هم دیم اینجا یک گرمی هم گرفتیم دیگه فضا هم بسیار عالیه دیگه اون طرف بسیار یک هوای جالب دیگه برف و میو و نمیفهم خورشید و آفتاب و نمیفهم کل چیز هست اون طرف دیگه ما مریم قره در بیر مریم امروز یک دکان افغانی مغازه افغانی دیگه قالین میگیریم توشک میگیریم باز وسایل افغانی دیگه چیزای دیگه که خانه فضای افغانی ایجاد کنیم نه دیگه مریم قره مت باشین قجز ما بریم در دکان افغانی یه نامش بلد نیم نامش بلد نیست دیگه نه دیگه فعلا نمیجی یعنی شلوغه برادر محترم در کمپینگ دیگه رستوران در نان و غذا و کل چیز هست دیگه بریم قره آقای شرزا او جون مرگی سرمه پاش سرخ و سفید کمتر بکن که خدا گفته که تو عاشق در بدر بکن او جون مرگی سرمه پاش سرخ و سفید کمتر بکن که خدا گفته که تو امیده خون جگر بکن که خدا گفته که تو امیده در بدر بکن شمشاد ولی بی تویه تو باوری سایه تویه شمشاد ولی بی تویه تو باوری سایه او در اوشیوگی رسیدیم
یواش یواش. خدا احمقه. بشرم میگه فاتشه. با خدای نزدیک از ما بود. این خیلی نزدیک از ما داد. ما رو میترسن. یعنی هست بگی دور بر نمونه. اشا. خب بچه ها الان دیگه فرش انتخاب مونی داره. ترموز اگه داشتش موستو. نه ترموز نه. یک چای بر. سوپ چای همیشه چای باشه یک حواس که دادم. نه ما خور راست اندازی. کلان. بیار پورته. خیلی مزه میاد. خدا ما رو میت مزه میاد ولی در ما کلان اخسری. نه اصلا آقا بلده دالیز مگید. اون یک فرش است پورته گید. این چرا علاقه چی میاد؟ امروز رفتیم فرش گرفتیم. توشک وطنی گرفتیم، تلسی وطنی گرفتیم، کمبل دو نفره گرفتیم. دیگه بلده شش تا کمپالی 2 نفره ها؟ آخه دوستای نازنین دیگه امروز رفتیم به برن یک فرش یک قالین توشک مالیش چیزا گرفتیم و باز پاس ما دیگه اینجا داریم. یالدا کجاییم؟ در والدوغو ها؟ والدوغو. دیگه ما دیم اینجا داریم از او سرسرک میگه؟ سورا میشود سورش دیم بسیار مزه داد. آقای شیرزاد ما را بسیار بیگره و بیاد در پشت سر میدن دیگه برسات امروز بسیار خوش گذشت. یک روزی بسیار عالی بود، یک روزی بسیار آفتابی، از هر لحاظ کیف بود نه؟ مادی اومده آره دوستای بسیار نازنین قند دیگه دیگه تا دفعه بعدی شما در قرآن جل جلاله میسپاریم میسپاریم؟ میسپاریم خدا خدا